مقامات توجیکستان 575 زن و کودک توجیکی جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه‌های سوریه روی خط کردند. اکثر زنان و کودکان در پناهگاه الحال نگهداری می‌شوند. در مجموع در پناهگاه مذکور هزارها خارجی قرار دارند که به گفته سازمان ملل متحد وضعشان وحشتناک است. همکارم مومن احمدی موضوع را پیگیری دارد و قبل از برنامه من از او پرسیدم که با کدام دلیل سازمان ملل شرایط آنها را خیلی بد تصویر کرده است. بله، شهلاشورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود گفته است که 10,000 خارجیان که همسران و کودکان جنگیان خارجی داعش هستند در حالت ناگوار به سر میبرند. سازمان ملل متحد گفته است که زنان و کودکان از کمبود غذا و داروری اذیت میکشند. در گزارش گفته می شود که صدها نفر از گرسنگی و از بیماری های سیرایتی هلاک شدند و در چند ماه اخیر 290 کودک فوتیده است. سازمان ملل متحد گفته است که باید فوراً راه حل این مشکل را پیدا کرد، زیرا شمار هلاکت کودکان و زنان بیشتر خواهد شد. مومن، از وضع زنان و کودکان توجیک چه خبر است؟ آنها چه حال دارند؟ ماه پیش با دو زنی که در پناهگاه الحال قرار دارند تماس داشتیم. این پناهگاهی است که اکثر همسر و کودکان جنگیان داعش در آنجا قرار دارند. یک نفرش آن زمان به من گفته بود که دو طفلش در آن رفت شدند و وضعشان خوب نیست. آنها میخواستند که حکومت زودتر آنها را بگیرد چون در یک فضای بد قرار دارند. بعداً تماس با آنها گم شد، سببش را هنوز نمیدانم چون دیگر رقم های تلفنشان کار نمیکند. اکثر زنان تاجیک در همین پناهگاه هستند. آنها را پس از آزادسازی منطقه باغوز در سوریه که آخرین ناحیه تحت نظر داعش بود به اینجا آوردند. مقامات تاجیکستان به ما گفتند که همه آنها روی خط شدند و راههای پس گرداندن آنها را جستجو دارند. ماه می دیپلمات‌های تاجیک به سوریه سفر کرده بودند و قرار است بار دوم در آخر ماه سپتامبر نیز سفر کنند. هنوز راههای برگرداندن زنان و کودکان از سوریه مشخص نشده است. آنگونه که شهلا ذکر کردیم، مقامات تاکنون 575 زن و کودک تاجیک را ثبت نام کردند و این آمار نهایی نیست. در این میان نزدیک 400 نفر آنها کودکان از 1 تا 17 ساله هستند که با گفته مقامات تاجیک تقریبا 90% پدر و مادرانشان را در این جنگ ها از دست دادند. تشکر. مومن احمدی بود که با ما از مرکز خبری رادیو زودی صحبت میکرد.